بچه‌ها چه خبر؟ امروز اومدیم با ویدیو جدید. امروز ویدیوش متفاوته. میخوان آتاری بازی کنیم به هم لایکی. جاوید بیا. سلام کن. شاکر نوکر شما. البته بس کردن ویدیو رو بهتون نشون میدیم. خب بریم. جاوید اونم این شارژر رو. آره. بکن بیا. لایک یادتون نره. راستی لایکتون نره. بچه یه اصل کاری آتاری سگا یادتون میاد قبلا؟ آتاری سگا؟ نه میدونم فقط سر یه نمیاد. همه چی بردم غیر اسمری. بچه من نمیخوام بیام. خب بچه امروز قرار والیبال بازی کنیم. حالا ساب یادتون نره. میخوایم والیبال بازی کنیم. جاویدم بلدیست به یادش بدیم. من فقط PS5 فیفا میزنم 10-0 میبرنتون. بچه لایکتون نره با تو کامنت ها بنویسین. تو کامنت ها بنویسین بریم PS5 میرم PS5 میریم یه PS5 جور میکنیم میریم فیفا بزنیم. یا شما تو کامنت ها بنویسین. برم این 10 تا کامنت PS5 بگیرم بعد میارم PS5 میریم واسه این PS5 باز میکنیم. خب بس میکنیم. گوش من اصلا میدونیم که جاوید باخته در واقع. ها یه دونه بازی آقا میخواین اصلا بریم شورش در شهر؟ نه شورش در بازی زیاد میشه. بهتون میخوام بازی کنم. آره راستی بچه ها آوا چیندی بیا. تو این ویدیو میخوایم والیبال بازی کنیم. بعد یه دست فوتبال هم میخوایم بازی کنیم. یک والیبالش با جاویده، فوتبالش هم با امیر محمد. فوتبال نمیخوام بازی کنم. اما بیا خودت معرفی کن. من میخوام تو فوتبال باشم. بیا خب محسن بیا. محسن بیا. بعد همین آوا تو بیا. چیه؟ بعد این وقت بیا. تو اشکال نداره بیا. آره. بیا بس. این محسن جای بته میزنه اینم خجالت میکشه آوا مردمیه. بچه ببینید سیم چقدر گنده است. این سیم خیلی گنده. اینها سیم چی؟ همینه دیگه. آره همین دیگه ایمش. کدومه ببینم عکسشو. نه این والیبال نداره. اینه. این سونیک داره. بچه‌ها نگاه کنید. اینه. آنباکسینگش این بکن. لاک پشتای اینجاست. این شورش در شهره. اینم فوتبالشه، اینم والیبالشه. ما حالا می‌خوایم والیبالشو بازی کنیم. چیه این آنباکسینگ؟ آها این آنباکسینگ یه گذاشتم. حالا بچه‌ها چند تا بازی‌های دیگه هم داریم. برو جاوید. چند تا بازی‌های دیگه هم داریم. اینم تکراریه ولی ماشینش خیلی جدیده. اینم فوتبال یه نوع دیگه شه. اینم خیلی باحاله. این بازی بالاییه. اگه لایک زیادی بخوره میذاریم بازیشونو. آره PS هم حتما تو کامنت ها بگید. خب اینو بذاریم. کالاف گرفتیم ویدیو دوتا. جفتش هم متاسفانه باختیم بته. ولی خب دیگه نمیخوام. بچه‌ها من کانالم کالا. آجی من میخوام فوتبالم بازی کنم. بازی میکنم. محمد میاد. فوتبال هم میخوام بازی کنم. من والیبال نمی‌کنم. فوتبالش هم تو بود. فوتبالش هم من بازی والیبال می‌کنم. هر محمد بیا. آره امیر تو برو والیبال. خب بچه‌ها بیا من امیر رو معرفی می‌کنم. سلام. این امیر پسر خالمه. اون محمد حسین جاویدم پسرم محمد. با امیر می‌خوایم ویدیو بگیریم. لیتس گو. امیر چونش به من. آقا اشکال نره من بیام همینجا بشینم تو بگیرم. بشین. باش. یه لحظه. چون امیر والیبال بلده دیگه نیازی نیست بهش یاد بدیم. امیر کم بیایی برات تو ویدیو. آخر در راه بباز. من رفتم یه لحظه یه کاری داشتم. خب وقتشه که حالا به نوستالژی بودن بازی از یک تعداد تو کامنت. تو یه لحظه من کنترل بیارم. بیا ویدیو رو. کنترل تلویزیون نیست. اوکی. کنترل کو؟ کنترل. ماینه. اینجاست. کنترل احسان پیدا کرد بریم سراغ ویدیو. Let's do this.
ما تلویزیون رو بس کردیم، حالا میخوام بریم داخل بازی. لایک یادتون نره. برو بریم. سابسکرایب. امیر آماده؟ آقا من تو بک‌گراند از دستم هست. والیبال بود. از واسه فوتبال میام جا امیر. والیبال سومی بود. آره فکر آره. چون سگا ساخیوان خیلی قدیم است. آقا تو کامنت به نوستالژی بودنش نمره بدید. از 1 تا 10. خب ای والیبال. دورنا یکم بیار جلوتر. نه میخوام همینقدر پیدا باشه. چون خب بریدی بچه ها شروعش لایک یادتون نره. آتاریو چقدر وقت طول کشید پیدا کنیم؟ ما تو ارفان داداشیم توست تو یه ماهی طول کشید. آره بچه ها میخوام سرویس رو بهش خودتو گل کنم. یعنی میتونم؟ به نظر من باید جاوی راست میگه، ویدیو رو بیاریم جلوتر. آره چون واقعا اصلا نیست. بچه ها یه لحظه کانال منم ساب کن. خب بچه ما ویدیو رو بردیم جلوتر، الان بهتر شد خدایی. آره امیر بزن. وای اوی بچه ها دیدی؟ بگی گل زنم بهش خودتون اولی. والیبالش خیلی باحال. آقا یه شو تو کامنت ها بنویس. بچه ها میخوام از این سرویس ای بد شد سرویسم. این گله. نه گل نیست. بچه من اینجا وایمیسم یه دفعه ای بو خیلی محکم زد. آقا راستی فوتبال هم تو منم فوتبال تو هست. فوتبال با جاوید میام. جاوید تو ویدیو بعد. بله ای امتیاز داده من. خیلی ممنونم. شب زده؟ نزد 10 دقیقه ماشاءالله آفرین. من زدم 11. بچه ها والیبال های قدیم اینجوری بوده که 5 امتیازی بوده، الان 10 این 10 من بشم 15 میبرم. ای چرا نمیپره؟ یه گل. هری بای تعویض برو تعویض ماجرا نکن. بازیکنان تازه نفس. برو بریم. وای بزن دیگه خدا بگید اون سرویس دارم. ای گل. عالی بچه 13 باش گفری بچه خوبی یا خدا. ای چیزی نگیره خیلی محکم. محکم نزد. روبرتو کارلوس مناطق دست. مناطق دست. ای بنازم بدمی ماشاءالله. اچه بذار صداش زیادتر کنم. ای چرا نمیشه؟ چرا من نمیتونم یه دونه از اون سرویسا بزنم؟ بسم همینجوری هم امیر نمیتونی. 14 درم نفع احسان. اینم شیلد 15 هم دیگه دوئل تموم شد. تموم. بچه ویدیو رو بردم. بچه اگه میخواین ویدیو فوتبال رو بذارم با جاوید لایک بکنید، این ویدیو رو لایک کنید، تو کامنت ها درخواست کنید، تو کامنت ها بگین با جاوید ویدیو بعدی ها فوتبال بریم. فوتبالش هم خیلی جذابه، من رفتم خیلی جذابه. پس حتما ویدیو رو لایک کنید، اگه میشه سابسکرایب هم کنید. چنل جاوید و من این زیر میاد، حتما فالو کنید و خداحافظ.